در حال حاضر صدها حیوان وحشی و اهلی در این باغ وحش زندگی می کنند که روزانه علاقمندان زیادی را به سمت خود می کشانند. در میان کارکنان باغ وحش، طیرانی تنها کسی است که برای همه حیواناتی که در اینجا زندگی می کنند یک آشنای دیرین است. باغ وحش وکیل‌آباد حیوانات نادر بسیاری مثل اورکس سفید، قوچ و میش اوراد، تمساح، لاما، پلنگ آفریقایی، سیاهگوش، ببر اندونزی و ببر بنگال را در خود نگهداری می کند. چند سالی است که مسئولین باغ وحش تلاش می کنند تا حیوانات جدیدی به این مجموعه اضافه کنند که تایگون یکی از آنهاست. ما حدود 9 ساله که روی این پروژه داریم کار میکنیم و تا به حال نتیجه نداده. 15 سال پیش در آمریکا از طریق لقاح مصنوعی اولین تایگون به دنیا آمد. بعد از آنها چینی ها موفق به این کار شدند. چنانچه یک شیر ماده و یک ببر نر با هم جفتگیری کنند، حیوانی به نام تایگون متولد خواهد شد. حالا اگر یک شیر نر و یک ببر ماده در این شرایط قرار گیرند، موجود عظیم الجثه و خارق‌العاده‌ای به وجود می آید که زیستشناسان آن را لایگر می نامند. با اینکه مسئولین باغ وحش تلاش‌های بسیاری را برای تولد تایگون به صورت لقاح طبیعی انجام دادند، اما نبود امکانات خاص و حمایت‌های لازم مانع از انجام این کار شده است. حیواناتی که برای تولید تایگون انتخاب می‌شوند باید دارای شرایط خاص باشند. خب در مرحله اول انتخاب ببر نر ماست. از آنجایی که ببر باید از خوی وحشیگریش به دور مانده باشد، بهتر است از حیواناتی انتخاب شود که در باغ وحش به دنیا آمده‌اند. ببری که داخل باغ وحش زاد آورد میکنن معمولا خودشون رو وفق میدن با محیطی دارن. ببری بودو بیا. بودو بیا. خب همینطور هم که دارین مشاهده میکنین ببری که به محیط خودش رو کاملا وفق داده و برای ما هم کنترلش بهتر و آسان‌تره. ببری که ما در حال حاضر انتخاب کردیم اون ببری که داره آب میخوره. به جلو حدود 7 سال سن داره و وزن بیش از 150 کیلو. از نظر جسمانی هم که در حال حاضر در سلامتی کامل و نژاد هم نژاد ببر بنگاله. شیر ماده نباید تاکنون در نزدیکی شیر نری قرار گرفته باشد و ببر نر هم میبایست قادر به تجزیه و تحلیل حرکات جنسی شیر باشد. شیری که در حال حاضر در تصویر مشاهده میکنین یکی از شیرهای ماده‌ای از نظر رفتارهای جنسیش، چون تا به حال در معرض دید شیرهای نر قرار ندادیم، امیدوارم که رفتارهای جنسیش متغیر باشه با شیرهای ماده دیگه که این عمل برای ما حاصل بشه. این شیر رو ما از بعد به تولدش نسبت به در معرض دید شیرهای نر خیلی کمتر گذاشتیم. سن شیر ماده ما 5 تا 6 ساله. خب حاضری بکش سری. بدو بدو بیا.
تمومه جان؟ نه باید او بزرگان بعد از آنکه حیوانات انتخاب شدند، باید شرایط آشنایی آنها فراهم شود. برای این کار آنها را در قفس‌های جداگانه اما در کنار هم قرار می‌دهند تا با گذشت زمان به وجود هم عادت کنند. انتقال شیر ماده در حال حاضر در حال انجامه که به این مکان جدیدش در مجاورت با ببر نر داره انجام میشه. شیری که انتخاب کردیم ماشاءالله از نظر وزنم میشه گفت وزن قابل قبول و خوبی داره. امیدوارم که این کار در پایان انجام بشه و موفق بشیم که تایگونا را در این باغ بچ بریم. خب بگی این قسمت چون بیا بالا بیا بالا یه خوری دیگه بشه خونش یکم باز نمی بالا احسنت خب دست کن حالا چه از اون میلا بگی خیلی میرگرد بیاره بیرون تموم خب در اینجا عمل رهاسازی در قفس جدیدش داره انجام میشه. خیلی خوب تموم. خیلی خوب. خب بدو آزادی برای خود یواش یواش بازش کن خواهیم کارو بکن. از نظر ما در این مدت خصوصیات رفتاری و نمایشی شیر ماده از نظر خودمون متغیر بوده. امیدوارم که برای ببر نرمون هم متفاوت باشه و مورد قبول باشه. قفس جدید برای ببر ناآشناست. او تلاش می‌کند تا قلمروش را بشناسد. او محدوده قلمروی جدیدش را با ادرار علامت گذاری می کند. پس از مدتی حیوانات را در یک قفس قرار می دهند. تکرار این مورد که روی 7 شیر ماده انجام دادیم امیدواریم که موفق بشیم، چون حرکات جنسی شیر ماده خیلی قابل درک‌تره برای ببر نرمون و امیدوارم این دفعه موفق بشیم. تولد تایگون به مراتب سخت تر از لایگر است. شیر ماده خیلی سخت امکان جفتگیری به ببر را می دهد و از جهتی جثه کوچک شیر توانایی رشد را از فرزند دوراگش می گیرد و این احتمال زنده ماندن تایگون
و حتی مادر را کم می کند. اما شیر گوشه‌گیر 104 روز بارداریش را در تاریشی به پایان می‌برد و طول تایگون‌های 800 گرمی در نهایت سلامت به دنیا می‌آیند. ترکیب دو گربه‌سان از حیات وحش پدیده است که همیشه توجه عده بیشماری را به خود جلب کرده است. این خبر به سرعت انعکاس می‌یابد و جمع زیادی از پژوهشگران، محیطبانان و دوستداران حیوانات را به سوی قفس تایگون‌ها می‌کشاند. حالا و این کارم فقط در باغ وحش که انجام میشه، چون به صورت طبیعی وقت ما همچین پدیده‌ای رو ندیدیم. پدیده از گوشخواران بزرگ به نام تایگون فقط در استراحت انجام میشه. کمی حوصله زمان مناسب برای جدایی توله‌ها را از مادر میرساند. این جدایی به دلیل احتمال آسیب رساندن شیر یا ببر به توله‌ها صورت میگیرد. همزمان با تولد توله تایگون‌ها، 2 توله ببر و 3 توله شیر هم در این باغ وحش به دنیا می‌آیند. توله‌ها در شرایط مناسبی قرار می‌گیرند تا دوره تکامل مطلوبی داشته باشند. آنها در کنار توله شیرها زندگی مسالمت آمیزی را شروع می‌کنند. خیلی زود با هم انس می‌گیرند و مشغول بازی و شیطنت می‌شوند. پس از آن همه بالا پریدنها، توله‌ها خسته شده و در گوشه‌ای از قفس یک خواب نیم روزی را پشت سر می‌گذارند. هرچند شیرها و تایگون‌ها زندگی در کنار هم را قبول کردند، اما تفاوت‌های زیادی وجود دارد که از کودکی آن را از هم متمایز می‌کند. تایگون‌ها جثه بزرگتری نسبت به طول شیرها دارند. رنگ زمینی بدنشان مابین شیر و ببر است و در دم، دست و پایشان و کمی هم روی صورت و پیشانی همانند ببر رگه‌های سیاه رنگی دارند، با این تفاوت که این رگه‌ها در تایگون‌ها کم رنگ تر است. در تایگون‌ها فرم جمجمه بیشتر به ببر شبیه است. پای کوتاه‌تری نسبت به طول ببرها دارند و سفیدی پشت گوش ببرها در تایگون‌ها هم قابل مشاهده است. در زمان حمله تایگون همانند پدر از پشت به شکار حمله می‌کند و صدای نره‌اش نیز شبیه ببر است. تگرانی مثل همیشه نزدیکترین فرد به تایگون هست. او هر روز چند ساعت از وقتش را به توله ها اختصاص می دهد.
توله ها خیلی کنجکاو هستند. همه چیز در نگاهشان قابل تأمل و بررسی است. آنها برای کشف همه چیز اشتیاق دارند. حتی سپایی دوربین گروه تصویربرداری. بچه‌ها خیلی کنجکاوند. مثلا یه وقتی از این پلاستیک میترسن، نمی‌دونن چیه. شلو هر چیزی کنجکاوه اینا. حتی به قفص کوچولو نمیتونی. جالشه تو خدا بیشتر شد. آفرین. امروز یک روز تکرار نشدنی برای تایگون هاست. اگر آنها بدانند که امروز برای اولین و آخرین بار در زندگی چنین فرصتی را به دست آورده‌اند، بیشتر قدر این لحظات را می‌دانند. آنها رها می‌شوند تا برای مدت کوتاهی آزادی را تجربه کنند. اینجا تنها گوشه‌ای از آن طبیعت وحشی است که حق طبیعی آنهاست. Yeah. شلو بود آفرین. در بعدم بیرون نرم. کامل تو بپادش کن.
هر ماه از تایگون‌ها آزمایش‌هایی مثل اندازه‌گیری قد، وزن و ناخن‌ها به عمل می‌آید که این کار با بزرگتر شدنشان سخت می‌شود. بعد قوی میشه و بزرگ. دامپزشک هر ماه به آنها سر می‌زند و پس از معاینه، بررسی و مشاهده نتایج آزمایشات از سلامت عمومی آنها و میزان رشد طبیعیشان اطمینان کسب می‌کند. آروم زخم‌های سطحی روی پوستش که پس از هر بار بازی به وجود می‌آید هم نمی‌تواند مانع از انجام این کار شود. شاید او به ارتباط نزدیکی که می‌تواند در آینده با تایگون‌ها داشته باشد فکر می‌کند. اکنون طوله‌ها 3 ماهه شدند و تفاوت ظاهریشان با شیرها بیش از پیش قابل مشاهده است. برخلاف تایگون‌ها، طول شیرها هیچ گونه تمایلی برای ارتباط و دوستی تیرانی از خود نشان نمی‌دهند. ببر عاشق آب و زندگی در کنار آن است، در صورتی که شیرها از آب دوری می‌کنند.
اما گویا این تایگون ها خیلی هم از آب بدشان نمی آید. گاهی مشغول بازی در آب هستند و گاهی حتی به آن نزدیک هم نمی شوند. این فکر کنم قشنگ‌تره راست میگی پشت درخت هم هست اونجا می‌خوای کاراش کنی. آره فقط این عادت کرده و بقیه میترسن از بلندی ها؟ فقط گاز خب این بغل توله ها روز به روز بزرگ و بزرگتر شده و هر لحظه به زمانی که باید به نمایش عمومی گذاشته شوند نزدیکتر می شوند. با اینکه 6 ماه از تولد تایگون ها می گذرد، آنها از هر وسیله‌ای برای بازی کردن استفاده می کنند. اما تایگون نر برخلاف ماده علاقه زیادی به بازی کردن نشان نمی دهد. این تایگون ماده است. نظر رفتاری هم یه خوردی مثل قبل نیستن دیگه، یه خوردی عصبانی تر شده همینطوری که می‌بینی و خیلی هم خطرناک شده. مثل قبل جرئت ندارن دستم میکنن تو دهنشون. که از نظر جسمی هم در وضعیت خوبی هستن. جثه تایگون نرمون به طبعا بزرگتر شده. اگه اجازه بدیم برم یکم با این بازی کنم مثل قبل هست یا نه. با هم بدون چوب الان دستم داخل دهنشه ببینید، ولی اگه نیشاشو فرو میکنه خیلی خطرناک میشه. اگه بتونم بغلش کنم خیلی عالی میشه ولی نمیزنم. بشین حواس اینو فکرش میتونم باز کنم. نظر قدرت بدنی هم واقعا خیلی عالی شده. نه نگاه کن، قبلا یادتون باشه توی چنگال بدی مینداختن 50 خیلی خطرناک، ولی الان نه اینجوری نیست. میخواد لباس من کلا درارم برات. لکه‌های صورتشون که مشخص به پدرش رفته. رنگش هم که تمام زردتره. میخوام یه مقایسه هم با شیر داشته باشیم صورتشو. من 50شه. ناخوناش هم بهتون نشون بدم اگه بذاره. اصلا ما کاری کردیم بچه. دستکشمو نمیدی؟ دستکشمو بده.
خیسش نکن لااقل دیگه، به اون طرف. اسکیشو بده. بده من. با بزرگتر شدن تایگون ها قدرت بدنیشان هم بیشتر شده تا جایی که کنترل آنها سخت‌تر و بازی با آنها به یک بازی خطرناک تبدیل می شود. وای سوراخ همیشه در حال حاضر مدت زمان 1.5 سال از تولد تایگون‌های ما میگذره و شما از نظر فیزیکی میتونین رؤیت کنین تایگون‌ها رو که به چه وضع و ظاهری رسیدن. امروز ما تصمیم گرفتیم که اینا رو در معرض نمایش مردم قرار بدیم. میتونی بگیری؟ همونجا چفت کن ببند بالایی رو اول بودن کلکلو نذار رضا. درست میکنه بشیده بده. هستیش؟ آره. خب یکی پایینیش یکی طرفی ببند. سیم ایوریش نیست. نه سیاه. سه برو رد شو سه برو. بعد نگاه نمی‌کنه. نه آروم‌تره. یهو می‌بینی. حالا خب بعد شما بده. نره رو بیاریم لقطه اون لقطه برای چیز ای بابا جون نه من باش کنم. البته از قول خودش داره میگه همیشه حد فاصله رو رعایت کن. من همیشه حد فاصله هم باش رعایت کنم. خداحافظ برای همیشه. از جان قفل رو بزن. قفل پایینی بالا محکم قشنگ. تایگون ها آنقدر بزرگ و شاید خطرناک شده‌اند که تگرانی دیگر از بیرون قفس آنها را حمایت و سرپرستی می کند. انسان همواره به وسیله ابزارهای مختلف به تفریح پرداخته است. اما این بار دو قدرت برتر حیات وحش به عنوان ابزاری در دست بشر قرار گرفتند. بدون شک دست بردن در نظام طبیعت نتیجه جز اختلالات شدید ژنتیکی نداشته که تایگون ها از این قاعده مستثنا نیستند. با آنکه تایگون ها از 3 سالگی قابلیت بارور شدن را دارند، اما احتمال اینکه غیر قابل تکثیر باشند وجود دارد.
به وجود آمدن موجوداتی که از مشکلات سلامتی رنج میبرند و عموماً زندگی کوتاه و ناهنجاری دارند، نتیجه دخالت انسان در چرخه طبیعی حیات و تفریح بی‌معنی آنهاست.